تو حالا فکر کردید اگر انقلاب 57 شکست می‌خورد، ایران در چه مسیری حرکت می‌کرد؟ در این ویدیو بر اساس فکت‌های واقعی و مستند می‌خوایم این موضوع رو با هم جلو ببریم. سلام، منم و این اولین ویدیوی لانگ چنل منه. نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ولی خواهشاً برای حمایت از من این صفحه رو سابسکرایب و من رو حمایت کنید. تصور کنید که در سال 1979 انقلاب اسلامی ایران به شکست می‌خورد. در این صورت ایران همچنان تحت حکومتی مستحکم و با ثبات باقی می‌ماند. حکومتی که نه تنها بر اساس تجربه و خرد بنا شده بود، بلکه می‌توانست کشور را به سمت پیشرفت و توسعه پایدار هدایت کند. شاهنشاه محمد رضا پهلوی، فردی که به خوبی از پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی کشور آگاه بود، با اصلاحات و تدابیر خود می‌توانست ایران را از بحران‌ها عبور دهد و به یک کشور قدرتمند، مدرن و با ثبات تبدیل کند. در ابتدا باید به ثبات سیاسی اشاره کرد. شاه در دوران سلطنت خود به خوبی توانسته بود ارکان حکومتی را استوار کند. با وجود فشارهای داخلی و خارجی، شاه به شکلی مستحکم حکومت را اداره می‌کرد و از آنجا که رژیم پهلوی به طور نسبی از حمایت بخش‌های وسیعی از جامعه برخوردار بود، در صورت شکست انقلاب، ایران می‌توانست از فضای سیاسی آرامتری بهره‌مند شود. سیاست‌های شاه در بسیاری از موارد منطبق با نیازهای روز جامعه بود و در نتیجه می‌توانست اصلاحات بیشتری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجام دهد. در چنین شرایطی ایران از بحران‌های سیاسی بزرگ رهایی می‌یافت و به سمت توسعه‌ای پایدار پیش می‌رفت. در صورت ادامه حکومت شاه، ایران می‌توانست به سرعت روند صنعتی شدن و توسعه اقتصادی خود را تسریع کند. شاه در دهه‌های پیش از انقلاب با سرمایه‌گذاری‌های گسترده کشور را به سمت مدرنیزاسیون پیش می‌برد. با استفاده از درآمدهای نفتی، زیرساخت‌های حیاتی برای رشد صنعتی و اقتصادی فراهم شده بود. اصلاحات ارضی و ایجاد صنایع مادر در کشور باعث می‌شد تا ایران در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی بزرگ در منطقه قرار گیرد. این روند می توانست به رشد پایدار اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه عمومی منجر شود. در آن زمان، ایران در بسیاری از زمینه‌ها مانند نفت، انرژی و صنعت خودرو در حال رشد و پیشرفت بود. در صورت شکست انقلاب، ایران به طور حتم به یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل می‌شد و در سطح جهانی از جمله در زمینه‌های نفت و گاز، تجاری و علمی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کرد. متأسفانه سیاست‌های جمهوری اسلامی باعث شد تا بسیاری از این دستاوردها از دست برود و ایران در دوران پس از انقلاب با مشکلات اقتصادی بی‌پایانی روبرو شود. تا اینجا که اومدیم، خوشحال میشم چنل ما رو سابسکرایب و من رو حمایت کنید. در دوران سلطنت پهلوی، ایران در حال تجربه تغییرات مهمی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی بود. شاه با انجام اصلاحات اجتماعی و فرهنگی، مخصوصاً در زمینه حقوق زنان و آموزش، سعی داشت ایران را به کشوری مدرن و پیشرفته تبدیل کند. به ویژه در سالهای آخر سلطنت شاه، ایران شاهد تحولات مثبت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی و فرهنگی بود. در صورت شکست انقلاب، این روند می‌توانست ادامه یابد. زنان ایرانی در دوران پهلوی توانسته بودند به دستاوردهای مهمی در زمینه حقوق اجتماعی، تحصیل و اشتغال دست یابند. اگر انقلاب شکست می‌خورد، احتمالاً ایران به کشوری پیشرفته در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل می‌شد. تحصیلات عالی در دسترس بیشتر اقشار جامعه قرار می‌گرفت و ایران در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی به یکی از قدرت‌های منطقه تبدیل می‌شد. در این صورت، فضایی از آزادی و تنوع فرهنگی در ایران حاکم می‌شد که می‌توانست به تقویت جامعه مدنی و افزای مشارکت اجتماعی منجر شود. در صورتی که انقلاب 57 شکست می‌خورد، ایران به عنوان یک متحد استراتژیک برای قدرت‌های غربی باقی می‌ماند. شاه در دوران حکومت خود به طور هوشمندانه روابط بین‌المللی ایران را با قدرت‌های بزرگ همچون آمریکا و کشورهای اروپایی برقرار کرده بود. ایران به عنوان یک بازیگر مهم در خاورمیانه توانسته بود در سیاست‌های جهانی نقش مؤثری ایفا کند.
اگر این مسیر ادامه می‌یافت، ایران می‌توانست از موقعیت استراتژیک خود در منطقه بهره ببرد و به یک قدرت تأثیرگذار در خاورمیانه تبدیل شود. شاه با درک عمیق از اهمیت موقعیت ایران در معادلات بین‌المللی می‌توانست روابط دیپلماتیک گسترده‌تری برقرار کند و ایران را از هر گونه انزوا و گاداران‌های جهانی دور نگه دارد. در آن صورت، ایران می‌توانست به عنوان یک شریک اقتصادی و سیاسی در روند صلح‌سازی و امنیت منطقه‌ای نقش کلیدی ایفا کند. در حالی که جمهوری اسلامی با تغییرات اساسی در سیاست خارجی خود نه تنها ایران را در انزوا قرار داد، بلکه به دلیل سیاست‌های تند و متزلزل موجب بروز بحران‌های جهانی شد که تأثیرات منفی زیادی بر کشور داشت. شاه با تمامی اشتباهاتش در دوران سلطنت همواره در تلاش بود تا هویت فرهنگی و ملی ایران را حفظ کند. او با تأسیس مراکز فرهنگی، ترویج آثار تاریخی و توجه به تمدن ایرانی، سعی در احیای جایگاه ایران در تاریخ جهان داشت. این ستاها می توانست ایران را به کشوری با هویتی فرهنگی غنی و پویا تبدیل کند. اگر انقلاب شکست می‌خورد، ایران همچنان می‌توانست به عنوان کشوری با تاریخ و تمدنی عظیم بر اساس اصول مدرن و جهانی در دنیای امروز حاضر شود. در چنین شرایطی، ایران به یک کشور با فرهنگی غنی، پیشرفته و مترقی تبدیل می‌شد که در آن احترام به هویت ملی و فرهنگی به همراه پیشرفت‌های اکسپریمه‌ای ورسایدینگ در کنکتور می‌گرفت. در نهایت اگر انقلاب 57 شکست می‌خورد، ایران امروز می‌توانست کشوری با ثبات سیاسی، اقتصادی قوی، توسعه اجتماعی و فرهنگی پیشرفته، روابط بین‌المللی مستحکم و جایگاه ویژه‌ای در سطح جهانی باشد. شاهنشاه محمد رضا پهلوی اگر در قدرت می‌ماند، با تمامی نقاط قوت و ضعف خود، ایران را به کشوری مدرن و پیشرفته تبدیل می‌کرد. ایران امروز می توانست به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی درخشان ظاهر شود و نه کشوری که هنوز درگیر بحران‌ها و مشکلات ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی اشتباه باشد. شاید ما بتونیم نسل 57 رو باعث و بانی وضع فعلی مملکت بدونیم. البته که عوامل دیگه‌ای هم داشته، ولی این نسل 57 بودند که با بیخردی انقلابی کردند که مملکت ایران در این وضعیت به سر میبرد. ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. برای شما کلیک روی یک دکمه هیچ سختی و هزینه‌ای نداره. ولی برای من که به سختی تونستم این ویدیو رو بسازم، کلی دلگرمی ایجاد میکنه. پس چنل یوتیوبی من رو سابسکرایب و من رو حمایت کنید تا از واقعیت‌های جهان سر در بیاریم.